نقش خاک یا بستر یا همون سویل در آکواریوم گیاهی چیه دوستان عزیز و اصلا چه اهمیتی داره و چرا ما باید از خاک‌های حرفه‌ای و خوب برای گیاهان داخل آکواریوم استفاده کنیم؟ امروز تو این ویدیو دوستان عزیز میخوام به صورت کامل اهمیت استفاده از خاک یا بستر یا همون سویل رو در آکواریوم گیاهی به صورت جامع براتون توضیح بدم. آرشام حناچیان هستم دوستان عزیزم. به تخصصی ترین کانال در زمینه ستاپ و نگهداری از آکواریوم گیاهی خوش اومدین عزیزان. درود خدمت شما دوستان عزیز و مهربانم. آرشام حناچیان هستم و خداوند مهربان را سپاسگزارم که یک فرصت زیبایی دیگه به من داد تا در خدمت شما مهمانان باشم با یک پست آموزشی و کاربردی دیگه. دوستان قدیمی که داخل چنل یوتیوب من هستن قاعدتاً ویدیوهای آموزشی و نصب‌ها و اجراهای من رو تا به الان دیدن، ولی برای شما دوستان عزیزی که تازه به جمع ما پیوستین، اول از همه که بهتون خوش آمد میگم. امیدوارم که در کنار هم بتونیم ساعت خوب و لحظات خوبی رو سپری کنیم و اگر ویدیوها رو ندیدین حتما ویدیوها و دسته‌بندی ویدیوها رو ببینید. داخل دسته‌بندی ویدیوهای چنل من یه دسته‌بندی وجود داره به نام قدم به قدم تا آکواریوم گیاهی سلامت و خوب. حتما اون دسته‌بندی رو دوستان عزیز ببینین ویدیوهاش رو. من 3 تا قدم از برای داشتن یک آکواریوم گیاهی سلامت و خوب رو براتون توضیح دادم که شما قبل از اینی که یک آکواریوم گیاهی خوب و سلامت رو استارت بزنین نیاز به 4 قطعه اصلی دارین که حتما این 4 قطعه رو باید قدم به قدم پیش برید که بتونین یک آکواریوم گیاهی خوب رو نسبت به ابعاد دلخواه خودتون ستاپ کنین. داخل اون دسته‌بندی من 3 قدم اصلی، یا بهتر بگم که 3 تا از لوازم‌های اصلی از 4 لوازم اصلی برای استارت و ستاپ آکواریوم گیاهی رو به صورت کامل براتون توضیح دادم. امروز میخوام قطعه 4م یا قدم 4م رو براتون به صورت کامل توضیح بدم که بدونین اهمیت این 4 قطعه برای استارت آکواریوم گیاهیتون چقدره. خیلی از دوستان بارها از من پرسیدن که چرا ما باید از خاک و بستر برای آکواریوم گیاهیمون استفاده کنیم؟ آیا نمیشه بدون خاک بستر استفاده کرد و استارت کرد آکواریوم گیاهی؟ اصلا اهمیت استفاده از بستر داخل آکواریوم گیاهی چیه؟ که خیلی از دوستان هم به اشتباه از شنها استفاده میکنن یا از بسترهای غیر مجاز استفاده میکنن یا بی‌کیفیت که توی همون ماهای اول دچار مشکلاتی در آکواریوم گیاهیشون میشن. بستر یکی از نکات بسیار مهمیه که قبل از خریدش حتما دوستان عزیز باید دقت کنین تا بتونین بستر مورد نظر و با کیفیت رو برای ستاپ و ریشه گیاهانتون استفاده و انتخاب کنین. یک بستر خوب دوستان عزیزم چند تا آیتم بسیار مهم و کارآمد داره که معمولا هم توی ایران بسترهای خوب کم نیستن و با یک سرچ ساده و با دیدن این ویدیو قاعدتا میتونین بستر مورد نظر و با کیفیتتون برای آکواریوم تهیه کنید. یه بستر خوب از نظر دارا بودن مواد مغذی باید غنی باشه دوستان عزیز که بتونین مدت زمان طولانی رو گیاهان رو داخلش پرورش و رشد بدین که گیاهان بتونن از طریق ریشه از بستر مواد مغذی رو جذب کنن. دومین آیتمی که یک بستر خوب میتونه داشته باشه اینه که بتونه پی اچ آکواریوم شما رو همیشه تثبیت روی عدد 6 تا 6.8 یا 6.5 براتون تثبیت نگه داره که خیلی از دوستان هم از بسترهای بی‌کیفیت استفاده میکنن که نمیتونن پی اچ رو تثبیت نگه دارن داخل آکواریومشون و در همون ماهای اول دچار انواع و اقسام جلبک ها میشن. یک خاک و بستر خوب دوستان عزیزم دونه بندیش باید ریز و درشت باشه که گیاه خیلی راحت بتونه ریشه بدونه داخل بستر و ریشش داخل این خاک قفل بشه. مخصوصا برای دوستانی که دوست دارن کارپت کنن کف آکواریومشون رو یا از چمن‌ها استفاده کنن، حتما باید شما بستری رو انتخاب کنین که دونه بندی ریز و درشت داشته باشه که بتونین چمن رو راحت درونش بکارین و کش کنین و چمن هم خیلی خوب داخلش رشد کنه. همه مهمتر طول عمر بستره که من قبلا هم در مورد این توی صفحه اینستاگرامم در موردش محتوا گذاشتم که خیلی از دوستان سوال میپرسن که طول عمر بسترها به چه صورته. قاعدتا شما اگر از بسترهای حرفه‌ای که این آیتم هایی که گفتم خدمتتون استفاده کنین که داشته باشه، یک بستر رو با یک دکور راحت میتونین شما 3 الی 5 سال ازش استفاده کنین، البته به شرط اینکه از سال اول به بعد با قرص‌های زیر بستر مواد مغذی بسترتون رو
غنی کنیم. پس تا به اینجا اهمیت بستر و یک بستر خوب چه آیتم هایی باید داشته باشه رو متوجه شدید. حالا من برای اینکه کار شما دوستان عزیزم رو در انتخاب و خرید بستر راحت تر کنم، چند مدل از بسترهایی که من داخل گالری خودم دارم رو براتون اینجا آماده کردم که بتونین بستر مورد نظر و با کیفیتتون رو برای آکواریومتون انتخاب کنید. اگر بخوام بسترهای حرفه‌ای و خوب رو دسته‌بندی کنم، اول از همه اگر بستر آمازونیای ADA رو گیر آوردین، بدون استثنا و بدون شک برای آکواریوم گیاهیتون استفاده کنین که عکسش رو براتون اینجا میذارم، چون من الان داخل گالری موجود ندارم. اگر بستر آمازونیا رو گیر نیاوردین، میتونین از بستر بی‌نظیر تروپیکای دانمارک استفاده کنین که البته بهترین بسترهای دنیا داخل ژاپن تولید میشن، چون بهترین و غنی‌ترین خاک رو در ژاپن ما داریم. و اگر میخواین یک لول پایینتر از بستر تروپیکا استفاده کنین، از بستر بی‌نظیر دنله آلمان استفاده کنین که خب دونه‌بندی بسیار عالی داره و تمام اون آیتم هایی که گفتم تا به اینجا این بسترهایی که معرفی کردم بهتون رو این بسترها دارن. اگر میخواین از نظر قیمت کمی معقول به صرفه باشه براتون، بستر پلاتینیوم سویل که تازه هم وارد بازار ایران شده، بستر کاملا ژاپنی و غنیه که شما میتونین برای آکواریوم گیاهیتون از این بسترهای بی‌نظیر استفاده کنید. بسترها دارای حجم‌های مختلف هستن دوستان عزیز. 3 لیتر که مثل همین بستر تروپیکا من اینجا موجود دارم، 4 لیتر، 8 لیتر و 9 لیتر که شما نسبت به ابعاد آکواریومتون خیلی راحت میتونید بستر مورد نظرتون رو انتخاب کنید. یک سوال هم شاید اینجا برای شما دوستان عزیز به وجود بیاد که ما چطور بتونیم تخمین بزنیم که آکواریوممون چه مقدار بستر نیاز داره. این کار خیلی راحته. شما طول آکواریوم رو ضرب در عرض و ضرب در 5 سانتی متر بکنید دوستان عزیز. خیلی راحت میتونین حجم مورد نظر بستر برای آکواریومتون رو به دست بیارین. البته این مشخصاتی که بهتون گفتم که راحت بتونین حجم رو به دست بیارین برای آکواریوم هایی که مثلا میخوان از سبکای هلندی استفاده کنن و یک بستر کاملا صاف داشته باشن. برای آکواریوم های ایواگامی که دارای شیب بندی هست و شیب میخواین بدین، شما این رو باید طول رو ضرب در عرض ضرب در 10 سانتی متر بکنین که بتونین شیب هم توی دکوراسیونتون ایجاد کنین. پس حتما دوستان عزیزم در انتخاب بستر برای آکواریوم گیاهیتون دقت کنین. با همین نکات و آیتم هایی که گفتم اگر دقت کنین و رعایت کنین، قاعدتا میتونین بستر با کیفیت و مورد نظرتون رو برای آکواریومتون تهیه کنین. دوستان باز هم تاکید میکنم اگر ویدیوهای قبلی من رو ندیدین حتما ببینین، مخصوصا ویدیوهای قسمت دسته‌بندی قدم به قدم تا آکواریوم گیاهی سلامت و خوب که لینکش رو براتون اینجا میذارم. حتما ببینین دوستان عزیزم تا بتونین یه آکواریوم گیاهی سلامت و خوب داشته باشید. امیدوارم که این ویدیو برای شما دوستان عزیز مفید و کاربردی واقع بوده باشه. اگر چنل من رو سابسکرایب ندارین حتما سابسکرایب کنین که ویدیوهای آموزشی بیشتری رو قرار براتون بذارم که به موقع ببینید. حتما نظرات ارزشمند خودتون رو در مورد همین ویدیو، در مورد بستر و تجربیاتتون رو زیر همین ویدیو برام کامنت کنین که هم من استفاده کنم هم ما بقیه دوست. و اگر از ویدیو خوشتون اومده حتما برای حمایت از چنل ما لایک کنین و اگر زنگوله رو هم نزدین اون زنگوله رو هم بزنین که ویدیوهای بعدی که براتون میذارم جزو اولین نفرایی باشین که میبینید. هر کجا که هستین زیر نگاه خداوند مهربان زندگیتون سرشار از خیر و برکت و شادی باشه. دوستدار همیشگی شما آرشام هنچیان.